جوجه جوجه طلایی، نوکش زرد و حنایی، با خوشا زبر و زرنگ، جوجه اردک قشنگ. توی جنگل قصه های ما دوست خوب همه حیونا. جوجه جوجه طلایی، نوکش زرد و حنایی، با خوشا زبر و زرنگ، جوجه اردک قشنگ. جنگل رنگی قصه ما پر از شادی و حادثه ها، دوست و رفیقن در هر جا همه حیوانای زیبا. آهویک پشت و خرگوش، سنجاب و میمون بازی گوش، قورباغه ماهیات و برکه ها، کلاغ و گنجشکا تو هوا. توی جنگل ما همه هم صدا، برای حل همه مشکل ها سر و کله روباه بکس گرگه و ببره اگه شد پیدا. جوجه طلایی با فکر تازه با همه دوستاش چاره میسازه. جوجه جوجه طلایی، دوست بچه هایی، اهل خونه ریزه میزه، با فکر و هوشش چه چیزه. اینم یه قصه خوب و تماشایی از جوجه طلایی. کفتار زورگو. چی شده؟ برای چی داری گریه میکنی؟ توی قورباغه کوچولو. آخه چی شده؟ بگو ببینم من میتونم کمکت کنم الاغ کوچولو. نه تو نمیتونی کمک کنی. آخه چرا نمیتونم؟ چون زورت به اون نمیرسه قورباغه کوچولو. زورم به کی نمیرسه؟ بگو بدونم. زورت به اون حیوان زورگوی قوی نمیرسه. گفتی حیوان زورگوی قوی؟ منظورت کیه ها؟ تا حالا ندیده بودمش. چشمای قرمز و دندونای خیلی بزرگی داره. ترسیدم منو بخوره. اون به زور اومده توی خونه من جا خوش کرده. دسترنجه یه ساله یه مزرعه کوهوی منم داره. همینجوری مفت مجانی میخوره. نمیدونم چی کار بکنم. من که نمیفهمم. آخه اون حرف حسابش چیه؟ هیچی. میگه منظورم زیاده، تو باید از اینجا بری. عجب وجود زورگویی. برای چی به تو دستور میده؟ باید اونو از اینجا بندازیمش بیرون. آخه چطوری؟ من که زورم به اون نمیرسه. اون با گردن کلفتی منو از خونم بیرون کرده. منم هیچ کاری نتونستم بکنم. خب این که کاری نداره. من بهت کمک میکنم. تو که زورت از منم کمتر قورباغه کوچولو. چطوری میخوای به من کمک بکنی؟ درسته که زورم از تو کمتره، ولی من میتونم خیلی خوب فکر کنم. خب زودتر فکر کن ببینم چی کار باید بکنیم. زود باش دیگه، فکر کن. الان فکر میکنم. فهمیدم. از کانگورو کمک میگیریم. اون خیلی قویه. اون مشتای خیلی قوی داره. میتونه او رو از خونت بیرون کنه. خیالت راحت باشه. راست میگی؟ البته که راست میگم. حالا دیگه اشکاتو پاک کن. بیا بریم تا کانگورو رو پیداش کنیم. باشه. تو مطمئنی که اون میتونه کمکمون کنه قورباغه؟ البته که میتونه. کانگورو خیلی قویه. با یه مشتش میتونه اون حیوان زورگو رو پرت کنه بیرون. حالا خودت میبینی که راست میگم.
میرسم. آخ جون، مثل این که داره میزنه. بهت که گفتم الان با یه ضربه پرتش میکنه بیرون. چطور هنوز نفهمیدین اون چه حیوانیه؟ حداقل میتونین به من توضیح بدین و بگین اون حیوانی که اینقدر زور داشت چه شکلی بود؟ با اینکه جسته خیلی خیلی کوچیکی داشت ولی خیلی قوی بود. دندوناش هم خیلی بزرگ و چیز بود. آره، بدنش هم راه خلخالی بود. راستی یادم رفت بگم چشماشم قرمز بود. یادت رفت که بگی قوزم داشت. او قوزم داشت جوجه طلایی. آره راست میگه، پشتش هم یه قوز داشت، یه قوز خیلی وحشتناک. حالا فهمیدم اون چه حیوانیه. چه حیوانیه؟ با نشونیایی که شما دادین فکر میکنم اون کفتار باشه. کفتار؟ کفتار دیگه چیه؟ ولی ما تا حالا اونو ندیده بودیم. درسته، برای اینکه اون این اطراف زندگی نمیکنه. احتمالاً از حوالی این جنگل اومده. حالا باید چیکار کنیم جوجه طلایی؟ حالا باید چطوری بیرونش کنیم؟ خب قبل از هر چیزی اول باید باهاش صحبت کنیم. اون اصلا حرف حساب حالیش نمیشه، فقط زور میگه. اصلا حاضر نیست از مزرعه بیاد بیرون. راست میگه، منم که باهاش صحبت کردم قبول نکرد. میگفت هیچکی حریف من نمیشه، برو اینو به همه حیوانای جنگل بگو. پس ما با یه زورگو طرفیم. در هر حال بچه‌ها، من اول باید باهاش حرف بزنم، بعدش تصمیم میگیریم که چی کار بکنیم. ببینم شما همتون با من موافقین؟ باشه، هرچی تو بگی جوجه طلایی. به من میگن درازگوش، یه سر دارم دوتا گوش، نه کار دارم نه باری نه صاحب اختیاری، زور دارم و زور میگم، تا زور دارم زور میگم، با ساز و تنبک میگم، تو جنگل و تو بیشه هیچکی حریف من یکی نمیشه. نه زور دارم و زور میگم، تو جنگل و تو بیشه هیچی حریف من نمیشه. ببینم کیه داره در میزنه، پشت در کیه؟ منم جوجه طلایی، بیا بیرون تا با هم صحبت کنیم. بگو ببینم جوجه طلایی، با من چی کار داری؟ ها؟ بیا بیرون، بیا بیرون تا بهت بگم چی کار دارم. بیا بیرون تا بهت بگم دیگه. این مزاحم دیگه چی میخواد؟ ای جوجه کوچولوی طلایی، بگو ببینم چی کار داری با من، زود باش حرف بزن. تو به چه اجازه‌ای مزرعه و خونه الاغ کوچولو رو اشغال کردی؟ ببخشین، تو فسخری چی کارش هستی که این حرفا به من میزنی؟ من دوست حیوانای خوب هستم و همه منو میشناسن. خب حالا میفرمایین که چی بشه جوجه طلایی؟ اینجا خونه الاغ کوچولوه. اومدم بهت بگم که از مزرعه و خونه اون باید بری بیرون. اگه نرم بیرون چه اتفاقی میافته؟ یعنی میخوای زور بگی؟ معلومه زور دارم و زور میگم. حالا هم تا زیر پا لعت نکردم بزن به چاک فسقلی. از اینجا برو تا عصبانی نشدم. زود باش از اینجا برو. باشه، ولی یادت باشه خودت خواستی، بعدن دیگه پشیمونی سودی نداره. تو این وجبی داری منو تهدید میکنی؟ تو جنگل و تو بیشه هیچکی حریف من نمیشه، فهمیدی؟ خیلی خوب، مثل این که تو اصلا حرف حساب
حالیت نمیشه. با زورگوهایی مثل تو باید با زور رفتار کرد تا متوجه اشتباهشون بشن. فهمیدی؟ برو پی کارت نیم وجبی. جوجه طلایی دیدی گفتم که اون زور میگه و حاضر نیست از مزرعه من بیاد بیرون. دیدی؟ گفتم که اصلا حرف حساب حالیش نمیشه. نگران نباشید، فکر اینجاشم کردم. بیاین جلوتر تا براتون بگم چی کار کنید. به من میگن درازگوش، سر دارم دوتا، نکاری نه صاحب خیالی. تو جنگل و تو پیشه هیچگری به من نمیشه. این همه زنبور اینجا چی کار میکنن؟ عاقبت زورگو همینه. کارت عالی بود جوجه طلایی.